مهدی جان سلام، خسته نباشید. شما طبق چیز بچه‌ها ایرانی هستی، از ایران اومدی، میتونی برامون بگی چه مدتی از ایران اومده اید شما و این تظاهراتو که سازماندهی کرده اید چه خواستی از این تظاهرات، از خواستاتون تو این تظاهرات چی هستش و خودت چه خواستی از این دولت آلمان داری که این تظاهرات علیه این وضعیت سازمان داده اید؟ عرضم به خدمت شما ما یه عده پناهنده ایرانی هستیم که تو شهر ورسوک تظاهراتی رو برپا کردیم و ضد سیاست‌های ضد انسانی است دولت آلمان به پناهنده‌ها، مقابل پناهنده‌ها و سیاست‌های ضد فاشیستی و این چیزا. ما خب پناهنده سیاسی از کشور ایران اومدیم و هممون محکوم به اعدام و حکم‌های شبیه این هستیم و برای این فرار کردیم به اینجا و این برای ما خیلی خنده‌دار است که تو این کشور دموکراسی میتونیم حق بیان داشته باشیم و نکنیم و ما هم الان اینجا هستیم برای نشون دادن این. ما در اون کشور ایران که بودیم دست و پا بسته و همه چیز خطر رو حس می‌کردیم، به فعالیت خود پرداخته بودیم و باعث شد که جونمون در خطر بیفته و به اینجا پناه بیاریم و الان هم به پناه به کشوری آوردیم که به جای اینکه کمک پناهندگان و شرایط انسانی که برای مردم خودش میدونه برای ما هم داشته باشه، ولی متاسفانه از این برخوردها نیستش و فقط برای کسایی که به رسمیت شناخته میشن و این حقوق برابر نیست و این تظاهرات هم به وسیله بچه‌های ایرانی و آلمانی تظاهرات دیده شده تا صدای خودمون رو فریاد بزنیم تا به گوش مسئولین برسونیم. دمت گرم، خسته نباشید. قربون شما، مرسی. باز اینجا سلام، خسته نباشید. مثل همیشه به قول آلمانی فتو فقیش، شما که با وجود که قبول شدی مدت ها هستید ولی مدت ها هست این چادر ول نکردی و با این بچه ها هستید، چه انتظاری دیگری دارید؟ با وجود که خودتون پاستون گرفتی و قبول شده اید و همکنون نمیرید دنبال زندگی شخصی خودت، دارین بچه ها را کمک می‌کنید، چه انتظاری از بعدن از این چادر، از این بچه‌هایی که امروز هست توی انتظار شرکت کردن داری و دولت آلمان هم چه انتظاری دارید شما؟ این اعتراض برای شخص من قبولی پرونده پناهندگی نبود. از روز اول که این اعتراض رو سعی کردیم با بچه‌ها سازماندهی بکنیم، فقط برای اعتراض به شرایط غیر انسانی پناهندگی توی آلمان بود. خب طبعاً به رسیدگی به پرونده‌های شخصی خودمون هم در رأس این مطالبات قرار داشت، ولی این دلیل نمی‌شد که وقتی که پرونده شخصی من رسیدگی بشه بخوام ادامه ندم این مبارزه رو. این مبارزه بعد اینجا شروع میشد که دیگه کسی مثل ماها مجبور به دوختن لب‌های خودش یا اعتصاب غذا نشه و اینکه داریم ادامه میدیم علیه رزیدنسیلیش. این قانون یک کرایسی که محدوده رو برای پناهنده، این محدوده 30 کیلومتری رو برای پناهنده تعیین میکنه که پناهنده حق نداره تا قبل از رسیدگی به پروندهش و دریافت قبولی پرونده پناهندگیش این محدوده رو ترک بکنه و وضعیت هایم‌های پناهندگی که وضعیت اسفناک و وحشتناکیه، وضعیت قضا کلا و وضعیت رسیدگی به امورات پناهنده اینجا در ایالت بایرن مخصوصا خیلی غیر انسانیه. داریم مبارزه میکنیم. الان تو ماه پنجم هستیم که توی خیابون هستیم، توی خیابون میخوابیم، توی خیابون زندگی میکنیم به این دلیل که بگیم که ما به کمپ هایی که برای ما تعیین میکنید و قوانین رو که از قبل برای ما تعیین کردید و دارید به ما تحمیل میکنید و این قوانین اصلا منافاتی با انسانیت منافات داره، خند نخواهیم داد. ادامه میدیم و از پناهنده‌های دیگه میخوایم سراسر آلمان، سراسر دنیا که به حقوق خودشون واقف شن و بخوان بیان پای مبارزه که بتونن یک زندگی برابر و انسانی رو داشته باشن. یک دنیا ممنون، بازم خسته نباشید. قربان شما. Internazionale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!
überall! Kein Mensch ist illegal! Leider nicht überall!